ترسناکترین تئوری درباره عروسک لبوبو. یه دختر کوچیک هر شب خواب یه اتاق تاریک میدید. اتاقی که هیچ دری نداشت، فقط یه پنجره بسته با پرده های سنگین. هر بار که خوابو میدید یه صدای زمزمه وار از پشت پرده میومد: تو رو میخوام، فقط تو رو. دختر به مادرش گفت ولی کسی باور نکرد، تا اینکه یه شب مادرش خودش خواب اون اتاق رو دید و وقتی پرده رو کنار زد فقط یه عروسک اونجا بود. یه عروسک با چشمهای خالی، لباس پاره و یه لبخند کج. مادر جیغ زد ولی دیگه دیر شده بود، چون اون لحظه دختر از تختش ناپدید شده بود و فقط یه یادداشت مونده بود روی بالشت: اسم من لبوبوه، حالا اون مال منه، فقط مال من.